با عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان، امیدوارم که حال همگی خوب باشه. توی ویدیوی آخر از بخش مقدماتی نرم افزار ایبلتون و تولید پادکست به اکسپورت پروژه میرسیم. یعنی یه پروژه‌ای ساختیم، یه پادکستی یا یه موزیکی ساختیم و میخوایم این رو اکسپورت و خروجی بگیریم. چی کار باید بکنیم؟ برای اکسپورت پروژه اول لازمه که اول تا آخر پروژه رو سلکت بکنیم. حالا من میتونم با موسم از جاهایی که میخوام درگ بکنم، از اول تا آخرش رو سلکت بکنم. مثلا بیام آخر پروژم که اینجاست و شیفت رو بگیرم بکشم بیام تا اول پروژه و بعد از انتخاب این قسمت میام کنترل L یا کامند L روی اپل رو میزنم و اول تا آخر پروژه رو سلکت میکنم. بعد از سلکت کردن این کرسرهای بالا میام توی قسمت فایل اکسپورت آدیو اند ویدیو، یا اینکه شیفت کامند R روی اپل یا روی ویندوز شیفت و کنترل و R رو با هم میگیرم و وارد منوی اکسپورت میشم. اینجا یه اطلاعاتی از ما میخواد، اینکه مثلا چی رو اکسپورت بکنیم، از کجا تا کجا اکسپورت بشه. ما الان داریم مستر ترکمون رو اکسپورت میگیریم، یعنی از اون جایی که سلکت کردیم توی پروژه هر لاینی که از مستر و یا هر صدایی که از مستر ترک ما خارج میشه رو خروجیشو ما سیو میکنیم. یه سری آپشن اینجا داره که در مورد نورمالایز کردن، سامپل ریت و مونو و استریو هست که اینا رو توی بخش آدیو یا ساوند باید بخونید. حتما بهتون پیشنهاد میکنم که در مورد سامپل ریت و بیت دپت مطالعه بفرمایید و بدونید که چه سامپل ریتی رو باید کار بکنید. 44100 یا 48000 برای اینترنت خوبه. من خودم 48000 رو کار میکنم و در نهایت ما میخوایم MP3 خروجی بگیریم. یعنی خروجی که ما توی پادکست استفاده میکنیم معمولا MP3. چرا؟ چون که فایلایی که ما وارد پروژه کردیم فایلای MP3 و کامپرس شده است. اگه این فایلا رو ما بیایم دوباره به ویو تبدیل بکنیم که اینجا خروجیش میاد، کیفیت ما بیشتر نمیشه. اگر چرا یه موزیکی رو بسازیم و اکسپورت ویو بکنیم توی سایت های حرفه‌ای، اون وقت کوالیتی ما توی ویو بیشتره، ولی اینجا ما اکسپورت MP3 میکنیم. اگر پروژه ما حاوی تصاویر باشه ما میتونیم ویدیو رو هم اضافه بکنیم و اکسپورت ویدیو بکنیم. توی نرم افزار ایبلتون هم مثل خیلی از نرم افزارهای آدیو دیگه میتونیم فایل تصویری وارد بکنیم، اونا رو با هم دیگه میکس بکنیم و یا ادیتشون بکنیم. در نهایت اکسپورت رو میزنیم، جایی که میخوایم رو توی هارد درایو انتخاب میکنیم. مثلا اینجا دسکتاپ رو انتخاب میکنیم و پروژه ما رندر میشه و اکسپورت میشه. خب عزیزان، به پایان این دوره رسیدیم. امیدوارم که این دوره برای شما مفید بوده باشه. حتما به من پیام بدید روی اینستاگرام، روی یوتیوب و به من بگید که در مورد چه چیزایی میخواید ویدیو درست بکنم. پس تا آموزش‌های بعدی و تا ویدیوهای بعدی، فعلا خدا نگهدار.